دستگیرشون کنید. حسینی تو فرماندهشون بزن. کمک کنید با پسرش فرار کنه. دروازه بسته است. اگه بازش نکنیم اونا شکست میخوره. باشه دروازه رو براشون باز کنیم. بریم. دروازه باز شد. نذارید فرار کنه. آوچیو من گنجینه‌ای رو که برای جاه طلبیات لازم داشتی به دست آوردم. تصمیم دارم اونو برای مردمی که از ظلم و فقر رنج میبرن خرج کنم. نینچن غرورتو میشکنم. هیچ راهزنی نتونسته مدتی طولانی دوام بیاره تا رو میکشم. الان که من غرورتو شکستم دهان مردم برای همیشه بسته نمیمونه. هرچه بیشتر ظلم کنی اونا بیشتر به خروش میان. این یادت باشه. بریم. لعنتی. بهتره من بچه رو با خودم ببرم. باشه بلند شو. مامان بیا. پیدر من خوبم. تو برو پسرم. استاد خوشحالم که بالاخره با شما به لیان شامپو میام. ولی من نمیام. نمیاین؟ من دچار اشتباه شدم و ناخواسته به داخل قصر حاکم رفتم. من شرمندم. باور کن از خودم خجالت میکشم. استاد شما نباید این حرفو بزنین. نه لازمه برای یه مدتم که شده تنها باشم تا خودم رو محک بزنم. اون وقت میتونم به شما ملحق بشم. استاد این درست نیست. شما خیلی به خودتون سخت میگیرین. چرا باید عذاب بکشین؟ شما به من یاد دادین که نفس واقعیت رو پیدا کنم. به من گفتین که هنر کمانگیری از ذهن انسان رنگ میگیره. من حرفاتون رو سرمشق قرار دادم. اگه شما خودتون رو در میان کسانی که رنج میکشن قرار بدین به تعالی میرسین. دلیل اینکه به لیان شامپو ملحق شدم اینه که فهمیدم مردم از بی‌عدالتی رنج میکشن. برای این مبارزه باید متحد شد. استاد با توانایی و قدرتی که شما دارین حیفه که در تنهایی و فقر زندگی کنین. باشه آوالانک میام. آبایان حسینیان شما به همراه لیان و گنجینه به لیان شامپو برید. باشه. تو چی کار میکنی؟ به سفرم ادامه میدم. هنوز آدمایی مثل استاد لیان در این سرزمین وجود دارن. وظیفه ماست که اونا رو پیدا کنیم. استاد لیان ایسا امیدوارم بازم ببینمتون. هی درست نیست شما تنها برین، خطرناکه. نگران نباش اون خیلی قویه.
لینچان به سفر طولانی خود ادامه داد. او در فکر چه چیزی است؟ او از ظلم کوچیو ناراحت است یا از جدایی دوستانش و یا اشتیاق فراوانش برای ایجاد عدالت به نام خداوند؟